این دختر کوچولو رفته و توی چمدون این خانم قایم شد. زنه ازش پرسید چرا قایم داریش؟ دختره گفت یه مرد غریبه اونم کمکش کرد و تو چمدون پنهونش کرد. مرد غریبه اومد از زنه پرسید اون دختر بچه کجاست؟ زنه یه طرف دیگر رو نشون داد تا حواس مردا رو پرت کن، ولی زیاد دووم نداد. زنه از دختره پرسید اون باباته؟ دختره گفت نه نمیشناسمش. زنه سریع فرار کرد و رفت سمت دستشویی زن. اون مردم دنبالشون اومد و شروع کرد به در زدن. زنه سریع با پلیس تماس گرفت برای کمک، ولی دختر کوچولو یه فکر بکر به ذهنش رسید. زنه قبول کرد که بیاد بیرون و بشینه سر میز تا با مرد صحبت کن، ولی خانومه موقع سفارشش به گارسون اشاره کرد و ازش کمک خواست. گارسون هم فوری موضوع فهمید و آماده شد تا کمک کنه که دختره فرار کنه. مرد شروع کرد چمدونو گشتن، ولی دختره اونجا نبود. سری دوید سمت دستشویی که اونجا دنبالش بگرد، ولی همین که رفت تو، زنه از بیرون در رو قفل کرد. همون لحظه ها بود که پلیسا رسیدن و مرد رو گرفتن. یه جمله برای این خانوم که جون دختر بچه رو نجات داد بنویس.